دو تا دلیل داره ورزش برای من، یکی مغزمه، یکی آیندم. فکر میکنم پدر بزرگ یا مادر بزرگی نباشه که آرزوش این باشه نوه‌شو بغل کنه. بغل کردن نوه 13 کیلویی در سن 70 سالگی یعنی بلند کردن وزنه 40 کیلویی در 40 سال. تا خانم 54-5 ساله، یکیشون 17 ساله یائسه شده، 10 ساله یائسه شده، 38 سالگی. 38 سالگی. ولی روش زندگیشو گوش بدید که الان تو 55 سالگی تراکم استخوانش رو چک کردم نرماله. اون یکی پوکی استخوان داره. چرا؟ چون ایشون کاری که میکرده کارهایی بوده که در مسیر درست بوده. ورزش‌های استقامتی خیلی مهمن به دو دلیل. یکی تغییر شکلی که در مغز ایجاد میکنه که سریع‌ترین چیزهایی که واقعا شکل مغز ما رو عوض میکنه و انعطاف پذیری مغزمون رو افزایش میده، ورزش‌هایی مثل دو هست. دومیش ذهنیه. این که تو میگی ببین من میتونم اونقدی بدوم که بقیه نمیتونن پیاده برن.